بسم الله الرحمن الرحیم. اتهام من به رهبر ایران آقای خامنه‌ای و مراجع قم است. بیایید ای عزیزان به وجدان خود مراجعه کنید و سر را در جیب تفکر فرو برید و وجدان خود رجوع کنید که وجدان یگانه دادگاهی است که احتیاجی به قاضی ندارد. بیایید از خودتان سوال کنید که چرا بعد از 35 سال جوانان ایرانی مذهب شیعه را ترک میکنند، میروند مسیحی میشوند، یهودی میشوند، زرتشتی میشوند، یا کسانی که قرآن مجید را میخوانند، تفسیر میکنند، تفکر میکنند و تدبر میکنند این مذهب را ترک میکنند و به اسلام و قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم روی میآورند. و از خود سوال کنید که چرا ما تغییر میکنیم، یعنی ما چرا دروغ میگوییم در حالی که دروغگو دشمن خدا است. خدا لعنت کرده است دروغگویان را. کوچه بنبستی است، گیر میکنید و نصف حالا که گیر کردید میبینید که دروغ دیگر کارایی ندارد در مقابل قرآن مجید. بیایید به خودمان بگوییم آخر چرا مایان به ناموس پیغمبرمان فحش و ناسزا میگوییم؟ آخر چرا مایان بیاران پیغمبرمان دشمنی داریم؟ آخر چرا این کلام رب العالمین را تعریف شده میدانیم؟ آخر چرا مایان برخلاف دستور پیغمبر عمل میکنیم؟ آخر چرا هر موقعی که قدرت نظامی من بالا میرود میفتیم به جون مسلمانان، عوض این که با کفار بجنگیم بر کشتار مسلمانان روی می آوریم و با کفار همدست میشویم؟ آخر چرا هوای خراب کردن مکه و مدینه را به سر میپروانیم؟ از خودتان سوال کنید که این چه مذهبی است که شما از آن پیروی میکنید؟ شما خودتان قضاوت کنید. و این امام زمان حاضر یعنی قرآن مجید که هر دم ما را به سوی خود میخواند و راهنمایی میکند به سوی فلاح و رستگاری، ولی ما حاضر نیستیم به حرفش گوش دهیم. از این وجدان بدون دادگاه سوال کنید که چرا به امام زمان موهومه که جهان را مدیریت میکند به گفته آقای احمدی نژاد این امام زمان پیروانش را حیران سرگردان بدون راهنما گذاشته و در داخل چاه قایم شده است، در حالی که از داخل چاه جهان را مدیریت میکند میبیند که پیروانش دسته دسته این مذهب تغییر را رها میکنند، چون که هرچه انتظار کشیدن که امام زمان از داخل چاه بیرون بیاید نیامد. بعد فهمیدن که امام زمانی وجود ندارد چون که ریشه دروغ است. بیایید ای عزیزان خود این ملت را از درگمی نجات دهید و چنگ بزنید به قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم که عذاب خداوند بسیار سخت است، که بنده بسیار عاجز و ناتوان و کم طاقت است. اگر رعد و برق و غرش ابرها 10 دقیقه ادامه پیدا کند زندگانی در روی زمین باقی نخواهد ماند. پس بداند که قادر مطلق خداوند متعال است و دین اسلام فقط و فقط پیروی از قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است و بس. غیر از این دو خود من در آوردی است. ترسم که به کعبه نرسی ای عربی، این راهی که تو میروی به ترکستان است. و السلام، قضاوت با شما. جزاکم الله خیر. تشکر برادر عزیز و گرامی، واقعا سخنان زیبا و جالبی است. پیام توحید است، پیام دعوت به سوی عقل است، به سوی منطق. امیدواریم که این پیام شما برادر دلسوز گوش شنوایی پیدا بکنه در بین رهبران و مراجع ایران.